مریم رضایی هستم از سایت متاراز. این فایل تمرینی مربوط میشه به چاکراه ریشه. چاکراه ریشه یکی از 7 چاکراه مهم بدن هست که اولین چاکراه هم محسوب میشه و جایگاه اون در قسمت آخرین مهره ستون فقرات قرار گرفته. عملکرد این قسمت مربوط میشه به خواسته های مادی و خواسته های دنیوی انسان. رنگ این چاکراه قرمز شفاف هست. اگر شما در مورد مسائل مالی مدام ترس و دلهره داشته باشین و نگران پول درآوردن باشین، رفته رفته این چاکراه گرفته میشه و تاریک و بسته میشه. همچنین غیر فعال میشه و دیگه نمیتونه درست عمل کنه و تعادل و توازنش از بین میره. در نتیجه اعتماد به نفستون کم میشه یا از بین میره. همچنین اضطراب و ترس به وجود میاد و تعادل ذهن و جسم از بین میره. امنیت مالی و امنیت مسائل مادی رو از دست میدین و از خواسته های دنیوی دور میشین. حتی درد هم در آخرین مهره ستون فقرات و همچنین در قسمت کمر احساس میکنید. یا دچار خستگی مفرط میشین یا خیلی زود خشمگین میشین و عدم تعادل در چاکراه ریشه باعث میشه که شخص هر کاری که دلش میخواد رو انجام بده و به طور کلی افراط و تفرید در هر موضوعی از جمله غذا خوردن، مسائل جنسی، خرج کردن یا خساست در این شخص دیده میشه. اما اگر این چاکراه شفاف و به اندازه مناسب و فعال باشه، شما در مورد مسائل مالی مشکلی نخواهید داشت و فرصتهای مناسب شغلی رو جلوی راهتون میبینید و از ریسک کردن هرگز هراسی ندارید. اگر هم بدهی یا مشکل مادی وجود داشته باشه، شما راه حل اون رو پیدا میکنید و این مسئله باعث نگرانی، استرس و یا خشم شما نمیشه. همچنین مواردی مثل اعتماد به نفس هم در شما بالا میره و آرامش در بدنتون ایجاد میشه و قدرت و نیروی جسمانی شما تقویت میشه. همچنین با زمین که مادر قدرت‌های مادی هست میتونید هماهنگ باشید و به خواسته های مادی خودتون دست پیدا کنید. حالا همراه با هم این تمرین مدیتیشن رو که برای پاکسازی چاکراه ریشه هست انجام میدیم. در جای آرام و ساکتی 4 زانو بنشینید و انگشتان دستها رو در هم فرو ببرید یا بر روی صندلی به صورتی که کمر صاف باشه قرار بگیرید یا میتونید به حالت خوابیده قرار بگیرید و دستانتون رو کنارتون بگذارید. به صفحه‌ای که رنگ قرمز یاقوتی داره توجه کنید. تمامی تمرکزتون رو به صفحه قرمز یاقوتی بدین. حالا از عدد 5 تا 1 میشمارم و شما نفسهای عمیق میکشید و همزمان به صفحه قرمز یاقوتی نگاه میکنی. 5 نفس عمیق. 4 هوا رو به داخل ریه ها ببر و سپس اونها رو خارج کن. 3 2 1 نفس عمیق. به رنگ قرمز یاقوتی توجه کن. به تمامی اندامهای بدن فرمان دهید که آرام و رها باشند. کاملا آرام، کاملا ریلکس.
الان بدنت در آرامش کامل قرار گرفته. تمامی قسمت‌های بدنت در بی‌وزنی و سبکی قرار گرفته. فقط به صفحه قرمز یاقوتی نگاه کن و با صدای من همراه شو. بدنت شل و رها هست، آرام و ریلکس. حالا چشمهاتو ببند. همینطور که چشماتو بستی، نور کمرنگ قرمز یاقوتی رو تجسم کن. این نور در قسمت انتهای ستون فقرات، یعنی آخرین مهره ستون فقرات قرار گرفته. نور قرمز یاقوتی رو تجسم کن. با چشمان درونی نور رو در قسمت آخرین مهره ستون فقراتت تجسم کن. این نور در قسمت آخرین مهره ستون فقرات در حال درخشیدن هست. توجهت رو به انتهای ستون فقرات ببر. هرچه توجهت به این قسمت بیشتر میشه، آرامشت هم بیشتر و بیشتر میشه. هر لحظه که میگذره، آرامشت عمیق و عمیق تر میشه و گرمای مطلوبی و در انتهای ستون فقراتت حس میکنی و دوست داری که این گرما به دور خودش در گردش باشه. ببین که نور قرمز یاقوتی به حرکت در اومده و به صورت دایره وار به دور خود میچرخه. حالا خودت رو در کنار رودخانه‌ای در جنگلی سرسبز تصور کن. به اطرافت نگاه کن. همه جا سبز و دلنشین هست. صدای آب رو دوست داری چون آرامشت رو زیاد میکنه. در گوشه جنگل در کنار رودخانه صخره‌ای بزرگ قرار گرفته. در کنار صخره 4 زانو بنشین و از گرمای مطلوب خورشید استفاده کن و به نور قرمز یاقوتی تمرکز کن و به صدای زندگی گوش کن. زمین انرژی بسیار زیادی داره. همه چیز رو بارور میکنه و هیچ چیزی از زمین خارج نمیشه. زمین سرشار از انرژی هست. همینطور که نشستی از انرژی زمین نور سفید و انرژی حیات رو از قسمت انتهای ستون فقرات دریافت کن. نور رو ببین که از زمین در حال وارد شدن به بدنت هست. همینطور که در اونجا نشستی، انتهای ستون فقراتت با نوری که از زمین به سمتت میاد یکی شدن. نور سفید با نور قرمز یاقوتی ادغام شده و با هم هماهنگ هستند. به آرامی نفس بکشید، دم و بازدم. گرمای مطلوبی در قسمت انتهای ستون فقرات ایجاد شده و تو اونو احساس میکنی. تو به انرژی زمین متصل شدی. هاله نورانی در اطراف بدنت قرار گرفته. حالا که تو به انرژی زمین متصل هستی، این حاله نورانی شفافتر و قدرتمندتر شده. این حاله انرژی حیات و پراناهایی هستند که به صورت ذرات نورانی به دور تو در گردشند. این ذرات سفید رو واضح و روشن با چشمان درونت ببین. حالا ازت میخوام به یکی از چیزهایی که باعث ناراحتی در زندگیت هست فکر کنی. چیزی که نگرانت کرده. فقط به این موضوع فکر کن. هیچ حسی پشت این فکر نباشه.
میخوام که موضوعی که ناراحتت کرده فقط از جلوی چشمات عبور کنه. حالا 3 شماره میشمرم. با هر دم انرژی سفید و نورانی و از اطراف بدنت وارد کن و با هر بازدم فکر منفی و خارج کن و در مقابلت به خاک بسپار. هر موضوعی که هست فرقی نمی‌کنه. این نگرانی و ترس رو به خاک بسپار. 1. آرام نفس بکش. هوای پاک و انرژی سفید و نورانی و وارد بدنت کن و با یک بازدم ترس و نگرانی و خارج کن و به خاک بسپار. 2. نفس بکش. هوای پاک رو وارد ریه ها کن و با یک بازدم ذرات تیره رو ببین که در حال خارج شدن از راه دهانت هستند. 3. آرام نفس بکش. تیرگی ها همه در زمین رفتند و زمین اونها رو در خودش دفن کرده و از تو دورشون کرد. ذرات سیاه از بدنت رها شدن و در خاک قرار گرفتند. تو کاملا احساس سبکی می‌کنی. حالا انرژی حیات رو در تمامی قسمت‌های بدنت پخش کن. این انرژی و ذرات سفید از فرق سر وارد بدنت میشه. نور و انرژی حیات رو ببین که از فرق سر وارد بدنت شدن و تمامی قسمت‌های سر رو در بر میگیره. حرکت نور رو در بدنت احساس میکنی. نور به هر قسمت که جریان پیدا میکنه گرمای مطلوب اونو حس میکنی. جریان نور خیلی آهسته از محیط سر به سمت گردن و ستون فقرات میاد. تمامی این قسمت ها رو در بر میگیره. در انتهای ستون فقرات نور قرمز رنگ قرار گرفته که با نور سفید ادغام شده. نور سفید به دور نور قرمز در حال چرخش هست و این حرکت خیلی آرام و آهسته انجام میشه. چرخش نور سفید به دور نور قرمز رنگ و تجسم کن. حالا نور و ذرات سفید به سمت قلب میاد. قفسه سینه پر میشه از انرژی حیات و ضربان قلب آرام و آهسته هست. قلب منظم میتپه. ذرات سفید و نورانی به سمت دست ها میاد و تمامی قسمت های 2 دست، مچ، آرنج و انگشتان دست ها رو در بر میگیره. احساس قدرت و توانمندی و در 2 دست حس میکنی. حالا نور و جریان انرژی به قسمت شکم و ناف میاد. تمامی قسمت‌های شکم رو در بر میگیره و تو گرمای انرژی رو حس میکنی. جریان انرژی حیات به سمت پایین بدن و قسمت پاها میاد و تمامی قسمت‌های پاها رو در بر میگیره. همینطور که انرژی به سمت پایین میاد، این جریان و گرمای اونو حس میکنی. تمامی قسمت‌های پاها سرشار از نور و انرژی شده و قدرت و استحکام و در پاها احساس میکنی. تو آگاهانه جریان نور در بدنت رو احساس میکنی و از این قدرتی که در تو جمع شده احساس غرور و افتخار میکنی. هر لحظه که میگذره افکار تو از لحاظ اقتصادی و مسائل دنیوی
قوی‌تر و تواناتر میشه. امید به زندگی در تو هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه. امنیت و آرامش در زندگیت موج میزنه. تو برای زندگیت تصمیم گیرنده‌ای عالی هستی. تو تمامی فرصتهای مالی و در مقابلت میبینی و از اونها استفاده میکنی. تو سرشار از نور و انرژی هستی. به خودت عشق می‌ورزی، به کارهایی که می‌کنی و به علایقت ایمان و باور داری. تو در آرامش کامل هستی. تو مسلط به تمامی امور در اطرافت هستی. تو سرشار از نیروی حیات هستی. تو احساس جوانی بیشتری می‌کنی. تو شاد و سرزنده هستی. به تمامی توانایی‌ها و استعدادهایت باور و اطمینان داری. روز به روز رشد و پیشرفت در امور منزل و شغلت افزایش پیدا می‌کنه. تو خودت رو همین گونه که هستی دوست داری و به خودت احترام می‌گذاری و برای هر آنچه داری خداوند رو هر روز شکرگزار هستی. روز به روز به ثروت و توانگریت افزوده میشه. پول و ثروت به راحتی وارد زندگیت میشه و تو از این همه وفور نعمت سپاسگزار خداوند هستی. تو آزاد و رها هستی. تو آرام و باوقار هستی. امنیت در تمامی بخش‌های زندگیت موج میزنه. تو پر از امید و انگیزه هستی. برای خودت اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعیین می‌کنی و از مسیر رسیدن به اهدافت لذت می‌بری. تو ذهنی متعادل و هماهنگ داری. دنیای درونت هماهنگ با قدرت‌های موجود در زمین هست. تو به انرژی زمین متصل هستی. وقتی بر روی زمین راه میری محکم و استوار قدم بر زمین میگذاری و از زمین قدرت و انرژی میگیری. سلامتی در اعماق وجودت قرار داره و تو هر روز سلامتی رو به سطح بدنت میاری و هر روز سلامت‌تر و پر انرژی تر میشی. شادی در تمامی قسمت‌های زندگیت موج میزنه. حالا ازت میخوام خیلی آهسته و آرام نور و انرژی حیات رو از انگشتان پا خارج کنی. نور و ذرات سفید رو ببین که از انگشتان پا در حال خارج شدن هستند. تو در کنار صخره نشستی و رودخانه از کنارت عبور میکنه. نوری که از بدنت خارج میشه تمامی قسمت‌های بدنت رو پاکسازی کرده. تمامی اندام‌های بدن و افکار و اندیشه هایت متعادل و متوازن شده. چاکرای ریشه که در انتهای ستون فقرات قرار داره پاکسازی و فعال شده. انرژی که از بدنت خارج شده به داخل آب روان میره و تو سبک مثل یک پر شدی، آزاد و رها. نور قرمز یاقوتی در قسمت چاکرای ریشه پاک و شفاف هست و خیلی آرام و آهسته در حال گردش به دور خود هست. تو در امنیت کامل مالی و اقتصادی هستی. حالا از کنار صخره بلند شو و در کنار رودخانه قدم بزن و از این همه قدرت و توانایی در وجودت لذت ببر. تو از شادی لبریز هستی و میتونی این لذت و شادکامی و
با دیگران هم تقسیم کنی. حالا آهسته آهسته چشمهات رو باز کن، دستها و پاهات رو حرکت بده، به بدنت کش و قوسی بده و لبخند بزن. تو عالی هستی، تو فوق‌العاده هستی، تو سرشار از انرژی حیات هستی و گرمای جریان نور و انرژی حیات رو در بدنت احساس می کنی.